خب عرض درود. هر ست واش پایپ از متعلقات مختلفی تشکیل میشه که الان خدمتتون عرض میکنم. دوستانی که به منوال واش پایپ علاقه‌مند هستن، من در انتهای این ویدیو نصب واش پایپ رو طبق منوال کامل توضیح دادم و در کپشن هم سوالاتی پرسیدم که ممنون میشم شما هم جواب بدهید. خب همونطور که در شکل میبینید ما 5 تا اسپیسر داریم که اسامی مختلفی هم دارن و شکل و شمایل مختلف، غیر از 2 تا اسپیسر که شبیهن: هولدینگ رینگ، آپر اسپیسر، میدل اسپیسر، میدل اسپیسر و لوور اسپیسر و 5 ست پکینگ داریم که این پکینگ ها قرار داخل اسپیسر برن، یعنی به تعداد هر اسپیسر یه پکینگ هست. 2 عدد داگنوز داریم، یک واش پایپ 3 اینچ 10 پر داریم، 2 تا اورینگ هست، یه دونه اسنپ رینگ و گریس فیتینگ، همون فیتینگ گریس و پیچ آلن و خود آلن. با این متعلقات ما باید یه واش پایپ رو سرهم کنیم. خوب دقت کنید به نحوه کشیدن دست، یعنی هر کدوم از این پکینگ ها رو این شکلی باید گریس بزنیم و پر کنیم. ببینید، یعنی این گریس ها داخل باید بره، خیلی خوب زده بشه و لب به لب هم هر پکینگ گریس زده بشه. 5 تا پکینگ داریم و 5 بار باید گریس بزنیم. برای نصب پکینگ در اسپیسر هولدینگ رینگ 2 تا روش وجود داره. یه روشی که الان انجام میشه، پکینگ داخل اسپیسر هولدینگ رینگ بذاریم و بعد از بالا، یعنی از سمت دهخوار برل به سمت پایین ببریم که این روش خب معایب و مزایای خاص خودشو داره. خب معایبش رو که بگیم اینه که امکان داره که پکینگت آسیب ببینه، ولی طبق منوال واش پایپ اینه که میگه که آقا تو باید هولدینگ رینگ تو از بالا داخل برل بذاری و بعد از پایین، یعنی از اون سمت برل، پکینگ تو داخل بذاری و از اونجا پکینگ تو بذاری داخل هولدینگ رینگ. ببینید اینجا ما از روش اول استفاده کردیم، یعنی خلاف پالیسی منوال واش پایپ. هولدینگ رینگ به همراه پکینگ از بالای دهخوار برل وارد کردیم و اسنپ رینگ هم میذاریم که قشنگ لاک کنه مجموعه رو. ولی خب واش پایپ منوالش اینو میگه که ما اسپیسر هولدینگ رینگ رو از بالای دهخوار برل وارد کنیم و از اون سمت برل پکینگمون رو بیاریم که این باعث میشه که آسیب خیلی کمتری به پکینگ وارد میشه. حالا خودتون هم بهتر میدونین، اگه پکینگی آسیب ببینه احتمال لیکیج بالا میره و همین تعویزش، تریپ آوت، اینکه تا کیسینگ شو بیایم باعث ویتینگ میشه و ضرر میزنه. و همین دقت به این نکته کوچیک میتونه خیلی حائز اهمیت باشه. داگنوز رو میاریم، برل به همراه هولدینگ رینگ که انجام دادیم رو میاریم و این داگنوز رو بالا میاریم. به این متعلقاتی که الان انجام دادیم واش پایپ نات هم گفته میشه. زمانی که واش پایپ نات رو اسمبل کردیم، حالا باید پکینگ باکس رو اسمبل کنیم. یعنی این داگنوزی که بزرگتره بهش میگن پکینگ باکس، که اول از همه این اسپیسری که یه جای خاری داره انتهای این داگنوز، که این اسپیسر ما هم یه فرو رفتگی داره که تو اون جای خاره باید بنشینه. دقیقاً روبروی این جای خار جای گریس واش پایپ هست که این سوراخ هم داخل اسپیسر مشاهده میشه. پس باید این اسپیسر ما که یک جای خار داره روی اون
قسمت خار بنشینه و روبروش هم سوراخ فیتینگ گریس ما هست، روبروی اون قسمت باشه. خب به اسپیسر قبلی آپر اسپیسر هم گفته میشه. بعد اون همین اسپیسری هست که مشاهده میکنید که میدل اسپیسره و 2 تا اسپیسر شبیه به همه، فرقی نداره کدوم موضوع تر و دیرتر بفرستیم. فقط باید حواسمون باشه جهت پکینگ به سمت پایینه، یعنی پکینگ به سمت پایین، اسپیسر به سمت بالا. این میدل که فرستادیم، میدل بعدی هم پشت سرش میفرستیم و بعدش میریم سراغ لوور اسپیسر. در مرحله آخر ما لوور اسپیسر رو میذاریم که جای گروه اورینگ داره از نشانه هاشه. پس ما هولدینگ رینگ اسپیسر داریم که 10 خاره که در وینگ کوچیک هست که بهش واش پایپ نات هم میگن. و بعد آپر اسپیسر داریم که جای خار و فیتینگ گریس داره، زودتر از همه باید بفرستیم. 2 تا میدل اسپیسر داریم و بعد از اون لوور اسپیسر که جای اورینگ داره. مراحل نصب واش پایپ طبق منوال. بعد اسمبل کردن واش پایپ اونو روی تاپ درایو نصب میکنیم و با استفاده از دست اونو محکم میبندیم. و نکته قابل توجه اینه که داگنوز بالا و پایین هر کدوم به اندازه 1/4 دور باید برعکس بچرخونیم. بعدش مین شفت تاپ درایو رو باید 1 الی 2 دور بچرخونیم تا واش پایپ خوب ست و تراز بشه. مرحله بعد با استفاده از آچار واش پایپ داگنوز بالا و پایین رو خوب ببندیم، صفر کنیم که این مرحله در ایران فکر کنم آنچنان اجرا نمیشه، بیشتر با پینکوب انجام میشه. بعدش 6 الی 8 بار توسط گریس پمپ به فیتینگ گریس پمپ کنیم. در مرحله بعد مین شفت تاپ درایو رو باید با RPM 50 به مدت 1 دقیقه و فشار استند پایپ پرشر 0 بچرخونیم. مرحله بعد پمپ رو روشن کنیم و لیکیجات چک بشه